جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس 20 تعسیر گناهان به مؤمن و عمل او. ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول إنه لا يدخل النار ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة ولم يبطلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. ما نمیگوییم که گناه به مؤمن ضرر ندارد و او وارد آتش دوزخ نمی شود و نمیگوییم که مؤمن بعد از این که با ایمان از دنیا رفت در آتش دوزخ همیشه خواهد ماند حتی اگر فاسق باشد. مانند مرجئه نمیگوییم که نیکوهای ما قبول و بدیهایمان بخشیده می شود، بلکه میگوییم کسی که عمل نیک را با شرطهای آن انجام دهد و این عملش از عیبهای فاسد کننده و چیزهای باطل کننده پاک باشد و تا وقتی از دنیا می رود آن را باطل نکند، خداوند متعال آن را ضایع نخواهد کرد، بلکه این عمل را از او پذیرفته و در عوض آن به او پاداش خواهد داد. امام ابو حنیفه رحمه الله می گوید البته ما گفتن نمی توانیم که گناه بر انسان مؤمن ضرر و زیان ندارد. اگر بعد حاصل کردن ایمان و معرفت هم مرتکب گناه گردد بی ضرر و زیان نمی ماند، بنابراین باید استغفار کند. صرف نظر از مقام و مرتبه شخص گناه صادر کرده باید به استغفار و توبه مشغول باشد. تنها پیامبران از گناه کبیره و صغیره پاکند، نه دیگران. در این قول اجماع امت هم عقیده اند. نزد شیعه ها 12 امام نیز پاکند و خلاص، نه دیگران. رویه مرجئه باشد میگویند که چون مؤمن با ایمانش همراه است هیچ گناه او را ضرر نرساند. آنها خود را از خوف امان گرفته به رجا یعنی امیدواری تام گذشته اند. اهل سنت و الجماعت باشند به این عقیده اند که بنده در میان خوف و رجا یعنی امیدواری تام قرار دارد. هر کسی در خود یا پیرش یا استادش چنین اعتقاد داشته باشد و حساب کند که صادر کردن گناه ضرر ندارد، او از اهل سنت و الجماعت نبوده بلکه از اهل شیعه یا مرجئه است. چنانه که شیعه ها 12 امام خود را که انسان بودند آنها را بیگناه می شمارند و مرجئه باشند میگویند که گرچند که گناه کنیم مادامی که ایمان با ماست گناهان ما هیچ ضرری نمی رساند. اهل سنت و الجماعت باشند به این عقیده اند که همه انسان ها گناهکارند بجز پیامبران و گناه بر انسان ضرر می آورد. به همین سبب انسان گناهکار باید توبه و استغفار کند. پایامبر صللاللهو علیه و سلم فرمودند در مدح و مرتبه ایمان از حد اعتداد نگذرید، مانند که نصارا در نسبت حضرت عیسی مدح نموده از حد گذشتند و گمراه شدند. در حقیقت هیچ جایز نیست که انسان یک انسان دیگر را که نه نبی است و نه رسول به درجه بشناسد که گویا آن نفر هیچ جرم و گناه، سهو و خطا و کمبودی نداشته باشد. گاه به دلیل میگویند در نسبت شخصی که او بهشتی است. این هیچگاه قابل قبول نیست.
البته حرمت کسی را به جا آوردن، کسی را عزیز دانستن از روی آداب و علم و معرفتش خوب است، ولی حکم غیبی را در حق او برآوردن جایز نیست و فراموش نباید کرد که انسان صرف نظر از علم و دانش و مقام و مرتبه بین خوف و رجا قرار دارد، یعنی خوف از آن گناهانی کرده از پروردگار و رجا یعنی امیدواری به پروردگار. امام ابو حنیفه رحمه الله دوام داده میگویند این چنین ما گفته نمیتوانیم که مؤمن گناهکار داخل نار نمی شود. کسی که چنین عقیده دارد او در مذهب مرجیه، ملاحده و اباحیه است و این چنین گفته نمیتوانیم که مؤمن گناهکار دائم در نار باقی میماند. اگرچه فاسق باشد هم از دنیا با نور ایمان خارج شده باشد، چنین صاحب گناه تحت مشیت الله تعالی است، به شرطی که از این دنیا با توبه رفته باشد. چنین از عقیده اهل سنت و الجماعت. و این چنین گفته نمی توانیم که همه کارهای خوبی که کرده ایم پاکیزه و مقبولند و گفته نمی توانیم که گناه های ما همه آمرزیده شده اند چنان که رویه مرجیه می دانند. در دوام امام رحمه الله می گویند ولکن گفته و اعتقاد کرده می توانیم که شخص عمل خیر کند به جمیع شرایط لازمه اش از ابتدا تا انتها و آری باشد، آن عملش از عیبهای فاسد کننده خالی باشد، از معنیهای باطل کننده باطنی و این چنین آن نفر از ابتدا تا انتهای عمرش در خود کفر و عجب و ریا را راه ندهد و این چنین آن عمل را از باطل و فاسد نگاه دارد و به همین صفت از دنیا رود، پس البته الله تعالی آن عمل را ضایع نگرداند. الله تعالی به فضل و کرمش این عمل را قبول می کند و به مقتضای وعده و حکم خود به شخص عملی نیک را انجام داده ثواب و اجرش را می دهد. نگرید به سوره توبه آیت 120 و سوره آل عمران آیت 171. وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه بالنار أصلا. همه گناهان غیر از کفر و شرک که انسان انجام داده و از آن تا وقت مرگ توبه نکرده است تحت مشیت و اراده خداوند قرار می گیرد. اگر بخواهد او را عذاب می دهد و اگر بخواهد می بخشد، اما همیشه او را با عذاب دوزخ مجازات نخواهد کرد. و هر عمل که صادر شود از گناهی که غیر شرک و غیر کفر باشد و گناه صرف نظر از آن که صغیره است یا کبیره، اگر از گناهی کرده اش توبه نکند و بی توبه از عالم رود و با نور ایمان باشد، پس البته آن شخص در مشیت الله تعالی است. اگر الله تعالی خواهد با عدل خود مقدار آن گناه آن نفر را عذاب می کند و اگر خواهد با فضل خود او را عفو نموده و به کام دوزخ ندهد، بلکه به جنت مأوایش را ارزانی دارد. در روایت آمده است که دوزخ دارای طبقه های گوناگون است و این چنین برای مؤمن های گناهکار طبقه خاصی است که چون مؤمن های گناهکار مرتکب گناه شدند، در آن طبقه به مقدار گناههایشان جزا می گیرند. به فضل و کرم الله تعالی و به شفاعت شفاعت کنندگان از آنجا رها یافته به جنت می روند. پس آن مفزع به یک مکان بی آدم و صحرا تبدیل می گردد. از این جا چنین برمی آید که در دوزخ همه با هم آمیخته نیستند، بلکه گروه گروه و طبقه طبقه قرار می گیرند. با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید.
درس‌ها را به یار و دوستانتان بفرستید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.